به دعوت اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانوی ایران، حضرت ریچارد نیکسون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و بانو پاتریشیا نیکسون برای یک دیدار رسمی به تهران می‌آید. این دیدار در پایان سفر حضرت ریچارد نیکسون به اتحاد جماهیر شوروی صورت می‌گیرد. شاهنشاه آریامهر و شهبانوی ایران در فرودگاه از میهمانان عالی‌قدر استقبال می‌فرمایند. حضرت ریچارد نیکسون سومین رئیس جمهوری آمریکا هستند که از ایران دیدن می‌کنند. قبل از ایشان فرانکلین روزولت در هنگام تشکیل کنفرانس تاریخی تهران در ایام جنگ دوم جهانی و ژنرال دوایت آیزنهاور در سال 1957 میلادی به ایران سفر کردند. حضرت رئیس جمهوری آمریکا را در این سفر 28 شخصیت رسمی و غیر رسمی و یک گروه 450 نفری مرکب از نویسندگان